شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على نبيه المصطفى محمد وعلى آله وصحبه البررة التقى والنقى، وبعد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، الآية. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعطيت أمتي في شهر رمضان 5 لم يعطهن نبي قبلي، أما واحدة فإنه إذا كان أول ليلة من شهر رمضان نظر الله جل وعلا إليهم، ومن نظر الله إليه لم يعذبه أبدا. وأما الثانية فإن خلوف أفواههم حين يمسون أطيب عند الله من ريح المسك. وأما الثالثة فإن الملائكة تستغفر لهم في كل يوم وليلة. وأما الرابعة فإن الله جل وعلا يأمر جنته فيقول لها: استعدي وتزيني لعبادي، أوشكوا أن يستريحوا من تعب الدنيا إلى داري وكرامتي. أو كما قال صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد عبدك ورسولك، وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. سروران عزیز و بینندگان گرانقدر، السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. در برنامه گذشته سخنان پیرامون مجاهده در راه الله متعال داشتیم و در او برنامه خدمت شما سروران عزیز به عرض رسانیده شد که نظام حکم از جمله دستورات الهی هست. اسلام عزیز همونطوری که در بعد عبادی احکام داره، در بعد نظامداری هم احکام داره، در بعد سیاست هم احکام داره، در بعد اقتصاد هم احکام داره. و اسلام مقدس طرز و روش حکومت کردن را همونطور که به انبیاء علیهم السلام عموماً و به رسول کریم صلی الله علیه و سلم خصوصاً تعلیم داده بود، بعد از رسول کریم صلی الله علیه و سلم شما مشاهده میکنین که نظام حکم را خلفای راشدین چگونه تعمیل کردن، بعد از اونا خلفای عباسی و اموی و بعد از او سلاطین عثمانی چگونه تمثیل اقتدار اسلامی را کردن. و پس از او هم الله متعال جل و علا یک بار پس از 14 سال مجاهده و مبارزه در برابر روس، این فرصت را الله متعال جل و علا در دست رهبران جهاد وقت که همراه روس صورت گرفت برای اینا این فرصت عطا فرمود. اما با تأسف که بیگانگان و اجانب و جواسیسی که در داخل وجود داشت نتانستن نظام حکم را پیاده بکنن. اختلافات درونی باعث شد که اون نظام از هم بپاشه. بعد غرب سرازیر شد در اینجا 40 مملکت کفری و پس از اونا هم شکست خوردن به بازوی توانای همین ملت مسلمان و مجاهد. و فعلا ما باز هم یک فرصت یافتیم و یک نظام حکومتی اسلامی را در دست گرفتیم.
اگر ما از این فرصت هم در پرتو همین آیه مبارکه استفاده بهینه نکنیم، روی جزئیات بسیار کوچک بپیچیم، پایه های نظام اسلامی را مستقر نسازیم، ملت و اقشار مختلف مسلمان را به دور همین نظام جمع نکنیم، مطمئناً که پروردگار عالم باز هم ما را در یک آزمون بسیار خطرناک هنوزم قرار داده و باز هم قرار میده. ماه مبارک رمضان هست. در این ما دوستان عزیز تلاش بکنیم به پیشگاه پروردگار مناجات داشته باشیم، گریه و زاری بکنیم، دعا بکنیم به حق خود، به حق ولات امور خود و به حق امت مسلمه، تا ای که در این ماه مبارک رمضان دعاهای ما را مستجاب بکنه و ذلتی که امروز امت مسلمه در تمام اطراف و اکناف دنیا داره، این ذلت را پروردگار عالم به برکت همین ماه مبارک رمضان و به عظمت قرآن کریم و به توسل رسول کریم صلی الله علیه و سلم از بین ببره و ما را اقتداری را که در زمان رسول کریم صلی الله علیه و سلم و خلفای راشدین داشتیم و یا هم اقتداری که ما حداقل 100 سال، 1.5 سال، 200 سال پیش داشتیم، او اقتدار را باز هم الله متعال برای ما باز بگردانه و پروردگار عالم این دعا را بکنیم در این ماه مبارک رمضان که ولات امور ما را چشمان ظاهر و باطن باز نصیب بفرمایه، تا ای که مشاهده بکنن دسایس را، مشاهده بکنن توطئه های بیگانه ها را، مشاهده بکنن برنامه های پنهان و عریان جهان استعماری و یهودی را و بعد برنامه ریزی بکنن، تلاش بکنن. دوستان عزیز، در افغانستان که من معتقد هستم کافر وجود نداره، کفر اعتقادی، ممکن کفر عنادی وجود داشته باشه، ممکن کسی عناد برداشته باشه، عقده برداشته باشه و با مسلمان کینه بگیره. تلاش بکنیم که این عناد را از قلب مردم بیرون بسازیم، بجایش محبت را زرق بکنیم، بجایش عشق دین را زرق بکنیم، بجایش توسط عملکرد خود ما بر دنیای اسلام و به جامعه افغانی نشان بدیم که اسلام یعنی این. حیات پیامبر صلی الله علیه و سلم و حیات طیبه خلفای راشدین در نظام حکم یعنی این. و اگر برعکس می باشه، آهسته آهسته مردم متنفر شدن میره و این تنفر باعث میشه که ما یکه و تنها بانیم. بعد بالای کلوخ دیوارها حکومت کردن مفادی نداره. رسول کریم صلی الله علیه و سلم در عظمت این ماه مبارک در حدیثی که قرائت کردم میفرماید، راوی حدیث جابر ابن عبدالله رضی الله عنهما هست، میفرماید که رسول کریم صلی الله علیه و سلم فرمودن اعطیت امتی فی شهر رمضان 5 لم یعطهن نبی قبلی. 5 چیز برای امتان ما در ماه مبارک رمضان داده شده که امتان هیچ نبی را قبل از ما الله متعال جل و علا این 5 چیز را عطا نکرده. نخست، وقتی که شب اول رمضان المبارک میشه، الله متعال جل و علا به جانب بندگان خود نظر رحمت میکنه. وقت نظر رحمت پروردگار جل و علا بالای بندگانش صورت بگیره، پروردگار عالم جل و علا بندگان خود را ابداً عذاب نمیکنه. پروردگار از عذاب خود ما را نجات بده. این عذاب یا دنیوی هست یا این عذاب اخروی هست. عذاب دنیوی را در طول 40 سال ما تجربه کردیم. 43 سال شاید یا بیشتر از او هست که ما عذاب را تجربه میکنیم. کشته میتیم، بیوه میتیم، یتیم بجا میمانه، خانه های ما ویران میشه، یک کفر میایه، او کفر میره، دیگه کفر میایه، او کفر میره. چنان نظام های میایه که او نظام ها هم بالاخره
آنچه که دین خدا میگه او را تعمیل نمیکنه. 43 سال عذاب کشیدیم. این عذاب دنیوی بود. پروردگار از عذاب اخروی نجات ببخشه. ولی امروز که پروردگار عالم باز هم فرصت بر ما داد، میدان را بر ما فراخ گذاشت و مثل آفتاب نورانیت دین را باز هم در تبلور قرار داد، حالا باز هم توپ در میدان ما هست. ببینیم که چگونه به اصطلاح فوتبالیستا چگونه شوت میکنیم، کدام طرف میریم. یا ایست که میسازیم یا ایست که خدایی نخواسته اگر ویران شد چنان ویران میشه که همه چیز ویران خواهد شد. آخر الزمان است. خداوند عقلانیت سیاسی و بصیرت دینی عطا بفرماید. دوم، رسول کریم صلی الله علیه و سلم میفرماید که چیزی که برای امتان محمدی داده شده بر نبی دیگری عطا نشده این هست که بوی دهن روزدار وقت شام میکنه روز را، وقت شما گرسنه میباشین طول روز، دهن یک بویک خاصی پیدا میکنه. بوی گرسنگی هست، بوی گنده نیست، بوی بد نیست. همین بوی گرسنگی به پیشگاه پروردگار از بوی مشک کرده گواراتر و خوبتر هست. این دوم نکته که برای امت محمدی صلی الله علیه و سلم عطا شده. نکته سوم، رسول کریم صلی الله علیه و سلم میفرماید که ملائک تستغفر لهم فی کل یوم و لیلة، هر روز و شب رمضان برای اشخاص روزدار ملائک پروردگار دعای مغفرت میکنه و دعای ملائک را پروردگار عالم قبول میفرماید. چون پروردگار وقت نظر رحمت میکنه بالای بنده خود در شب اول رمضان، بندگان خود را هیچگاه معذب نمیسازه. ملائک هم وقتی که دعا میکنه این دعا مستجاب هست و این نکته سوم بود. اما الرابعه، نعمت بزرگی که عطا شده برای امت محمدی صلی الله علیه و سلم این هست که پروردگار عالم برای بهشت خود امر میکنه که زیبا شو، آمادگی بگیر و زیبا شو برای بندگان ما. این بندگان ما استراحت را در رمضان المبارک ترک کردن، خوردن را ترک گفتن، نوشیدن را ترک گفتن، بستر گرمی که با همسرشان یک جای می باشند او را ترک گفتن، به پیشگاه پروردگار خود استاد شدن با عجز و تضرع و نیاز. پس بهشت خود را میگه آماده باش. اما الخامسه، پنجم ای هست که رسول کریم صلی الله علیه و سلم میفرماید که فانه اذا کان آخر لیلة غفر لهم جمیعا، وقتی که شب آخر رمضان المبارک شود همه روزداران را پروردگار عالم جل و علا مورد مغفرت خود قرار میده. کسی میپرسه که آیا این شب لیلة القدر است؟ رسول کریم صلی الله علیه و سلم میفرماید که آیا نمیبینی که وقت یک کارگر کار میکنه در آخر کار مزد خود را میگیره؟ این هم در واقع همون مزدی هست که الله متعال جل و علا بر بنده خود میده. یعنی شب آخر رمضان المبارک غیر از شب قدر هست. شب قدر عبادتش چنان فضیلت داره که یک مرد مسلمان 84 سال و چند ماه به پیشگاه خدا به بندگی، به صیام، به قیام، به نوافل، به تصدق، به پرداخت زکات، به حج، به تمام عباداتی که شما تصور میکنین به این سپری بکنه و این عباداتش مقبوله باشه. اگر همین یک شب را انسان زنده داری میکنه همه قدر فضیلت داره. الله متعال جل جلاله برای ما و شما و سایر دوستان، خواهران و برادران مسلمان ما توفیق بندگی صادقانه نصیب بکنه و پروردگار بصیرت را در دین برای ما عطا بفرماید تا ای که حقایق امور را با چشم باطن مشاهده بکنیم و درک بکنیم که فرد ما مثل یک عضو، المؤمنون كنفس واحده، مؤمنین مثل نفس واحد هستن. امی تصور را بکنیم هیچگاه دست ما بالای کسی با عنوان تجاوز نمیشه، هیچگاه در برابر برادر مسلمان خود ما نمی جنگیم و همواره همه مثل جسد واحد تلاش میکنیم که در کنار نظام خود باشیم. اقول قولی هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.